گناه است. پیغمبر خدا میگه من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی رمضان به پاکی روزه گیره، شبهاش قیام لیل تراویح خوانه، خدا گناهاش میگذره. مادرای قیامتی والله سفر سخت در پیش داره، خیلی مسئولیت وزنین در پیش داره. والله همون خدایی که بار اول زنده من کرد باز نمیرانه، دویم باره برای پرسیدن و جواب گرفتن زنده میکنه. برای روز تیاری بینه، نمازاتان خانه، میلش کار کنه، از لباسای اسلامی، از حجاب اسلامی رعایت کنه، مغرور این رنگ و بار دنیا نشوه. والله مرگ آمد همش بکار نمیره. خدا خواهد میرزا علی را امشب دختر کاش 2 رکعت نماز خانه خاره قیامتی، بعد از گفتن 2 رکعت نماز خانه سوره کلیار 1 بار سوره قل هو الله ثوابش به روح میرزا علی هدیه کنه. خدایا امشب خیلی شب سخت است. الان میرزا علی به همسایه های روپرو مشکون ها را دیدگی نیست. الان خانه میره که او خانه را ندیده بود، خیلی براش دهشت است. 2 رکعت نماز خانه ثوابش بخشه، والله روحش از شما خرسه. از این گریه فایده نیست، خدا عذاب میکشه، اما اون ناراحت میشه از گریه شما. رسول اکرم ده المیت یعذب بما نیح علیه، خدا میت در قبر عذاب میکنه به گریه های بی محل. میلش آبی دیده ریزه، ملایم گریه کنه اما صدای بلند نکنه. خاره قیامتی این دوستی است من برای شما میگم. انشاءالله روحش از شما خرسان میشه. این شب 2 رکعت نماز خانه. من رمضان مبارک قریبا نصف شد ایستاده به پاکی گیره. خدا خواه فردا برای شما حیاتی که آخرش گریه نداره جنت های، حیاتی که آخرش بیماری نداره جنت های، حیاتی که آخرش مرگ نداره جنت های، حیاتی که آخرش کمبغلی نداره جنت های. این دنیا حال تا معلوم است چیست. میخوای حیاتی با راحت، میخوای حیاتی همیشگی، میخوای حیاتی جاویدانی، میخوای حیاتی خوشنودی خدا، بندگی خدا کنه، هم کاری دنیا کنه هم عبادت خدا کنه. رسول اکرم گفتن ولا نصیفها علی رأسها خیر من الدنیا و ما فیها. یک روی مال که خدا برای زنهای مؤمنه در جنت آماده کرده، اگر امروز باشه در اوکسیان انگلیسا بیارد همه دنیا رو تریلیاردهاش قیمت یک روی مالی اون نداره. وای برای شماست خواهر عزیز، ما در قیامتی وقتی که بندگی خدا کنه و از به حیای حق خودتان نگه داره. رسول اکرم میگه هر عیال 5 وقت نماز خانه، رمضان مبارک روزه شگیر شوهرش احترام کنه، از کدام داره که خواه جنت میگره. خدا همت نگه داره. خواهرای قیامتی صبر جمیل و بیماراتان شفا دیو، به توفیقاتان توفیق دیو، مسافراتان در مسافرتان نگه دارو. ماه مبارک رمضان سبب خلاصی همین ما و شما از آتش دوزخ کردن. ماه رمضان سبب درآمدن بهشت جاویدان کنه. رمضان میرزا علی خدا صبر جمیل دختر کاشی.